بازسازی خوشرکاب قسمت 5. داستان این پیرمرد تو پست‌های قبلی است، حتما ببین. برای اینکه رنگ‌آمیزی رو شروع کنیم باید وسایل روی شاسی رو باز می‌کردیم. البته باک خوری داشت و باید صافکاری می‌شد. مشغول باز کردن وسایل شدیم و عمو جمال هم لباسکار رو تنگ کرد و دست به بتونه شد. مرحله اول بتونه کاری که تموم شد، به خاطر اینکه شیشه‌های خوشرکاب و نوارای دورش کمیابه، عمو جمال با روزنامه‌ها شیشه‌ها رو پوشون تا آماده دست اول آستر زدن بشه. خوشرکاب اومده دکلوره کنه. دکلوره کرد. دست اول آستر زدن که تموم شد، عمو جمال دوباره دست به بتونه شد که یه موقع چاله چوله رو بدنه نمونه. بعد بتونه کاری نوبت دست دوم آستر شد که اینجا جا داره بگم خانم آقایون پلنگ صورتی اینجاست. باکو بار زدیم، عمو جمالو برداشتیم که رنگ بخریم، تو مسیر باکو گذاشتیم باکسازی تا قریاشو صاف و صوف کنه. عمو جمال هم که حساس‌تر از ما، چند تا رنگ فروشی رو گشتیم، تست کردیم تا رنگی رو پیدا کنیم که دل اوستا رو ببره. بالاخره پیدا کردیم. رنگ اتاق و عقب و بقیه لوازم هم گرفتیم که کارو ادامه بدیم. برگشتیم شرکت. ما با کلی استرس مشغول تماشا بودیم که عمو جمال تست رنگو بگیره. بابا بنازم، این همون رنگیه که واقعا برازنده خوشرکاب. هر قطره رنگی که به بدنه خوشرکاب میخورد خستگیمونو به در میکرد. دو دست رنگو به خوشرکاب زدیم و موند که استراحت کنه و رنگش خشک بشه. تو همین فاصله سپر رو بتونه کردیم و مشغول آماده سازی جلو پنجره شدیم. خروس خونه فرداش حاج امید و عمو یونس و آقا ضیا اومدن که کفشای خوشرکابو در بیارن تا یه رنگ نقره‌ای مشتی هم به رینگاش بزنن. با کلی مشقت و خشونت خوشرکاب به جک و تخت چوبا تکیه کرد و دل از کفشاش کند. الانم تا آقا ضیا و فرهاد مشغول درآوردن رینگای خوشرکابن. منو فالو کن که قسمت بعدی اتفاقای جذابی توشه.